الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه پنجم از خوارج شناسی است و کشف شبهات اونهاست. بإذن الله سبحانه و تعالی در این حلقه درس، در این حلقه مبارکه به شما مناظره عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما با خوارج را بیان خواهیم کرد. و البته که وقتی که خوارج ها حضرت علی رضی الله عنه را تهمت کردند، یکی از صفتهای خوارج انا همین است: از سبب جهل، از سبب بی‌علمی یک طرف مقابل خود را به یک چیز طعنه میزنند که در همون چیز اصلا وجود ندارد. یک چیزی را به کسی نسبت میدهند که انا همون چیز اصلا وجود ندارد. الله المستعان. حضرت علی رضی الله عنه هم خیلی هم کوشش کردند که خوارج ها از این عقیده باطل خود بازگردد، حرکت کردند و حتی روز از روزها حضرت علی رضی الله عنه آوردند قرآن را در بین مسلمان ها گذاشتند و همین به قرآن و به همین قرآن گفتند که حدیث صحبت بکن. البته که قرآن انا همین کتابی که در بین من شما هست صحبت نمیکند خودش. صحابگان و مسلمان هایی که در این مجلس بودند در حیرت ماندند، گفتند که ای علی رضی الله عنه، قرآن که خودش صحبت نمیکند. ما اگر خواهیم که از قرآن یگان مسئله را فهمیم باید خودمان خوانیم. حضرت علی گفتند که انا همین است، انا همین است که به خوارج ها بگویید، زیرا که خوارج ها به حضرت علی ضدیت کردند و گفتند که شما قرآن را حاکم قرار ندادید، انسان را حاکم قرار دادید. یعنی گویا که خوارج ها از حضرت علی طلب کرده شده است که قرآن خودش صحبت کند، بگذار قرآن خودش گپ زند، بگذار قرآن خودش حکم کند. آخر قرآن که خودش حکم نمی کند، قرآن که خودش گپ نمی زند، حکم قرآن را انسان های مسلمان ظاهر می کنند و جاری می کنند. یک گمراهی خوارج ها همین بود. به سبب یک چیز عادی، خیلی هم عادی، امروز به شما این خیلی عادی میتابد، بله، گمراه شدن خوارج ها در زمان حضرت علی رضی الله عنه. امروز فکر میکرد که یک چیزی عادی بود، در یک مسئله عادی خوارج شدند. خوارج ها گفتند که قرآن باید خودش صحبت کند. آخر عقلا هم ما میدونیم که قرآن خودش صحبت نمیکند. قرآن باید حکمش انسان جاری کند، تطبیق کند. اما به همین یک شبهه هزارها نفر گمراه شدند، ضال مضل شدند. انا همین صحبت الله سبحانه و تعالی کرده که کلام الله که گفت
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. آیا شما همچنین میپندارید، همچنین گمان میکنید که ما شما را نمیسنجیم؟ همچنین فکر میکنید که اگر شما بگویید که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، دیگر به بالای شما سنجش نیست، بلکه شما را میسنجیم چگونه ای که پیش از شما گذشتگان را سنجیدیم، تا که صادقها را از کاذبها جدا بکنیم، تا که دانسته شود که صادقین در دین کیها هستند و کاذبین و دروغین در دین کیها هستند. به سبب ان همین یک مسئله الله سبحانه و تعالی سنجید و هزارها انسان گمراه شدند. حضرت علی رضی الله عنه با بجا آوردن مناقشه ها میخواستند که خوارج هایی که گمراه شده است توبه کنند، خطاگی خود را فهمند، اما خوارج ها این جهلا در هم زلالت و گمراهی خود ثابت قدم می ایستادند. امروز بعضی ها ثابت قدمی خوارج ها را دیده فکر میکند که این خوارج ها پس حق هستند. مثلا امروز بعضی از خوارج های جدود هست که تمام امت را تکفیر میکند، تمام علمای اهل سنت را هم تکفیر میکند و شب و روز در بالای تکفیر موحدین مشغول است. وقتی که به او صحبت میکنند صحبت هیچ کس را گوش نمیکند، یعنی در همین عقیده باطلش استوار است. بعضی از مردم خوارج را دیده فکر میکنند که وقتی که خوارج در عقیده کفریش یا در عقیده زلالتش ثابت ایستاده است پس حق است. میگند نه، این باطل است، این فکر شما باطل است. استوار ایستادن در یک عقیده باطل، در یک عقیده باطل معنیش اینه که عقیده باطل عقیده صحیح شد. ببینید مثال در زمان حضرت علی انسان هایی که از 10 یار بهشتی هستند زنده اند، بهترین صحابگان زنده و یکی از آنها علی، و در زمان خودشان بعد از عثمان بهترین صحابه علی رضی الله عنه. بعد از اینکه ابوبکر و عمر و عثمان وفات کردند از بهترین ها علی، اولین ها علی بودند رضی الله عنه. و دیگر از صحابگان زنده مادرمان عایشه رضی الله عنها زنده و دیگر از صحابگان هزارها صحابه زنده. یک عده برآمدند به حضرت علی خروج کردند، به حضرت معاویه هم خروج کردند. این صحابگان بزرگوار را تکفیر نمودند در حالتی که در بینشان یک نفر از صحابه نیست. یعنی همین جماعتی که برآمدند خروج کردند خوارج شدند در بینشان یک نفر از صحابه نیست، ولی در همون عقیده گمراهی خود ثابت ایستادند. حضرت علی، حضرت عبدالله ابن عباس و دیگر از صحابگان رضی الله عنهم این خوارج ها را دعوت به حق کردند، گمراهیشان را فهمانیدند، زلالتشان را فهمانیدند، اما خوارج ها باز نگشتند، در همون زلالتشان ایستادند. بله عده بازگشتند، عده باقی ماندند. این چی را نشان میدهد؟ این نشان میدهد که من یهدی الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. هر کسی را که الله هدایت کرده است گمراه کننده نیست و هر کسی را که الله گمراه کرده است هدایت کننده نیست. پس امروز هم وقتی ما میبینیم یک عده گمراه شده اند و با شنیدن آیات از قرآن، با شنیدن احادیث، با شکست خوردنشان هم توبه نمی کنند، این جای تعجب نیست، این اولین مراتب نیست.
این فقط در زمان ما نیست، این به سبب ضعیف بودن ما نیست. گمراهان از گمراهیشان توبه نکردن به سبب ضعیف بودن حجت ما نیست، به سبب ضعیف بودن ما نیست، به سبب گمراه شدن خود آنها است. چیلی که در زمان حضرت علی هزارها نفر گمراه شدند، حجت حضرت علی آشکار و واضح بود. حتی نماینده حضرت علی عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، وقتی که به خوارج‌ها بحث و مناظره کردند، خوارج‌ها شکست خوردند، سکوت کردند. به حضرت عبدالله ابن عباس جواب گفتن نتوانستند، شکست خوردند، اما توبه نکردند. پس این همین است که الله کسی را گمراه کند هدایت کننده نیست. من میخواهم به تو بگویم که برادران عزیزم، اهل توحید، وقتی که یک جماعتی را میبینید که گمراه شد، در گمراهیش استوار است، شما در حق بودن خودتون به شک گرفتار نشوید. شما یک جماعتی را دیدید که گمراه است و دعوت کردید به هدایت، حجت را رسانیدید، اما باز قبول نکرد و در گمراهی ثابت ایستاد، این دلالت نمی کند که تو گمراه هستی. تو از راه استقامت بیرون نشو. این یک نقطه مهم است. برای چی من این سخن را گشته و برگشته گفته ایستادم؟ برای اینکه بسیاری کسانی که به خوارج پیوستند، خصوصا به خوارج‌های جدید، به سبب انا همین یک نقطه، خوارج‌ها با کشتن هم از راه نگشتند، با کشته شدن هم از راهشان نگشتند، در بحث و مناظره شکست خوردند، از راه نگشتند. بعض انسان‌هایی که ضعیف بود، بعضی از شبهات را داشت، این صفت خوارج را دیده فکر کرد که خوارج ها حق است، به خوارج ها پیوست شد و گمراه شد. احتیاط شوید. در آینده این فتنه شاید باز وسیع‌تر و آشکارتر شود. هرگز به خوارج همراه نشوید، اگرچه خودتون یکتا تنها باشید. اکنون داخل می شویم به قصه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که چگونه به خوارج مناظره کرد. وقتی که حضرت علی خیلی کوشش کردند که خوارج ها توبه کند، توبه نکردند. خوارج ها که توبه نکرد، حضرت علی را قبول نکرد. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به نزد علی می آیند، خیلی که خودشان میگن. روایت بارک الله فیکم صحیح است و سندش هم واضح است که حضرت ابن عباس رضی الله عنه میگویند که قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6000. زمانی که انا همین خوارج ها خارج شدند، حروریه ها خارج شدند، یعنی همین خوارج ها به حضرت علی خروج کردند، اینها جمع شدند در یک زمین، در یک خانه، در یک منطقه که اینجا را چی میگفتند؟ حرورا. حرورا. و این همه واقعیت در عراق است. حضرت علی هم در عراق بودند، خوارج هم در عراقی که امروز هست بودند و خوارج ها در همون عراق به حضرت علی خروج میکنند، جدا میشوند، حضرت علی را تکفیر میکنند و در یک منطقه که نامش حرورا بود جمع میشوند. برای همین خوارج ها را حروریه گفته میشد، حروری ها. برای چه حروری ها؟
همون منطقه که اولین مراتب جمع شدند و در همون منطقه اولین گروهشان را تشکیل کردند و در همینجا جمع شده ایستادند، به نام همین منطقه، به نام همین سرزمین خوارج ها را نام گذاشته شد، حرورا. نام منطقه حرورا است. خوارج ها را چی میگه؟ حروریه، حروریه ها، خوارج هایی که در همین منطقه جمع شد. اینها 6000 نفر بودند. در یک روایت 8000 نفر، در یک روایت 12000 نفر. بالاخره ما وسط رو میگیریم، نه 4 نه 8 نه 12، 6000 نفر وسط. روایتی که عددی وسط رو میگه. لیکن ببینید که 6000 نفر این کم نیست. 6000 نفر کم نیست. وقتی که خوارج ها به همون جا جمع شدند 6000 نفر، حضرت عبدالله ابن عباس میگن که اتیت علیا، به نزد علی آمدم. فقلت یا امیر المؤمنین ابرد بالظهر لعلی آتی هؤلاء القوم فاکلمهم. ظهر را کمی تأخیر کرده کن. ابرد یعنی در اولی وقتش نیو، کمی سلقینتر، کمی وقتی سلقینتر بخون. من امروز امیدوارم که میروم به نزد انا همون قوم و با اونها صحبت میکنم. کیها؟ به نزد خوارج‌ها. حضرت علی گفتن که قال انی اخاف علیک، من به تو میترسم ای ابن عباس. برای چی؟ برای که این خوارج‌های جهلا به ضد صحابگان خروج کرده، اینقدر مغرور است به همون عقیده خودش، اینقدر گمراه است و مغرور است به همون عقیده باطل بی‌حجت خودش که حتی به کشتن صحابه آماده است. این اولی سرشوی کار بود. و این سخن علی رضی الله عنه دلالت میکند که حضرت علی خیلی هم خوب خوارج ها را شناختند. برای همین گفتن که ای عبدالله ابن عباس، من میترسم از تو که بناگاه تو را نکشند، زیرا که اینا جوهلایند، اینا گمراهانند. شیطان برایشون گمراهی را زینت داده است. و زین لهم الشیطان اعمالهم. حضرت عبدالله ابن عباس گفتند که قلت کلا، هرگز ای علی، هرگز از من نترس. ای پسری عمویم، هرگز برای من نترس. قال ابن عباس، ابن عباس گفتند که فخرجت الیهم ولبست احسن ما يكون من حلل اليمن. بسوی خوارج ها برآمدم و بهترین لباس هایم را که از حلل الیمن، یعنی در اون زمان لباس ها، انا همون متریال ها، متاع هایی که از جانب یمن می آوردند، بهترین حساب می شد. بهترین لباس یمنی را پوشیدم. تازه، آزاده، خوشبو، لباس های زیبا، قشنگ پوشیده، باوریناک به خود. فاتیتوهم وهم مجتمعون فی دار وهم قائلون. به نزد خوارج ها رفتم که خوارج ها در یک جا، در یک خانه جمع شده هستند و آنها بین همدیگر دارند، یعنی صحبت کرده در یک جا جمع است. فسلمت علیهم، سلام دادم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به نزد خوارج رفتند و این معلوم میشد که حضرت عبدالله ابن عباس خوارج ها را کافر نمیشناختند. حضرت علی هم خوارج های اوله را که حروریه بودند، در حرورا جمع شدند، تکفیر نمیکرد. برای من عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سلام دادند به خوارج ها. خوارج ها در جواب چی گفتند؟ مرحبا بك یا ابا عباس،
خوش آمدی ای ابو عباس. یعنی کنیه عباس چی بود؟ کنیه عبدالله ابو عباس بود. این دلالت کرد که خوارج ها به سلامی حضرت عبدالله ابن عباس جواب ندادند، حتی و علیک هم نگفت. بله، این کار خوارج ها اگر در حق یک کافر باشد درست است، این کار خوارج نیست. وقتی که کافر سلام داد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، ما مسلمان ها و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته نمیگیم، و علیکم میگیم، تمام. و ما هرگز به کافر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نمیگویم. خیلی که در حدیث است پیامبر گفتند لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. اما به مسلمان ها سلام میدهیم و مسلمان ها به ما هم جواب میگویند. جواب گفتن سلام حکمش سخت‌تر است، حکمش رو علما واجب میگن. اما خوارج ها مسلمان ها را کافر میگویند و بعد از این همون احکامی که به بالای کافرها، مشرکین، مرتدین یا زنادقه و یهود و نصارا و مثلا نمیدونم دیگر مشرکین همون احکام را جاری کنند، به مانندی به سلام جواب ندادن یا سلام ندادن، خوارج ها همه ای احکامی که به بالای کافر است به بالای مسلمان جاری میکنند، هم قدیمش و هم جدیدش، امروز هم. و باز این خوبسای جهلا فخر میکند به این جهالتش. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سلام دادند، جواب نداد، فقط گفت که مرحبا بک یا ابا عباس، خوش آمد ای ابا عباس. سلام تو به ما جواب نمیگویم. برای چی؟ حضرت عباس چی عبدالله ابن عباس چی مشکلی داشت؟ همراه حضرت علی بود. الان این تکفیر تسلسل ببین. یعنی حضرت علی کفر کرد گویا از نظر خوارج، عبدالله ابن عباس هم در پهلوی حضرت علی است، پس حضرت عبدالله ابن عباس هم از نظر خوارج کافر است. برای همین به سلام داده عبدالله ابن عباس جواب نگفت. خوارجان هم چنین خوبسا هستند، جهلا. انکنون در دوامش میگوید که خوارجها حضرت عبدالله ابن عباس پرسند که فما هذه الحلة، ای چی لباس های زیبا از این رداهای زیبا پوشیدی؟ حضرت عبدالله ابن عباس گفتند که ما تعیبون علیه، و من چی عیب میکنید؟ یعنی آیا همین لباس خوب پوشیدنم مشکل است؟ آیا لباس زیبا پوشیدنم برای شما یگان پرابلم مشکلی دارد؟ چرا مرا عیب جویی میکنید؟ در حالتی که من دیدم لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل. به تحقیق من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که بهترین لباس را، ریدا را پوشیده بود. الله سبحانه و تعالی در قرآن سوره اعراف آیه 32 میگوید قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. بگو کیست همان کسی که حرام کرده است زینتی الله داده، خارج کرده را الله برای بنده ها داده را کی حرام کرده است؟ این طیبات، چیزهای زیبا و پاکیزه و زینت هایی که الله به بنده ها داده و خارج کرده و از رزق داده کی حرام کرده است؟ هیچ کسی. هیچ کسی حق ندارد که الله حلال کرده را حرام بکنه. اینه کی گفت؟ حضرت عبدالله ابن عباس یک و یک باره به خوارج جهلا یک ضربه کوبنده به فرق سری جهلای گمراه خوارج زدند. از اینجا یک فایده گرفته میشه. فایده این است که خوارج جهلا مردم مسخره کننده هستند، یعنی مردمی که شرم نکرده به تمسخر، به تحقیر مشغول میشه.
این دلالت به کبر میکند. یعنی خوارج ها متکبرند. یکی از صفت های خبیثانه خوارج ها تکبر است. حضرت عبدالله ابن عباس رفتن، خیر سلام به جواب نداد، به خاطر اینکه حضرت عبدالله ابن عباس رو تکفیر کرده بود و به صفتی به لباس حضرت عبدالله ابن عباس اعتراض کرده، یک عیبجویی کرده، من باب تمسخر، من باب کبر. میخواست که حضرت عبدالله ابن عباس رو یک به تمسخر گرفتار کند، یک تحقیر کند، شرم داراند. والله این صفت ها هم امروز در این خوارج های زمانه وجود دارد. بسیار خوارج ها هستند که از جانب حجت از قرآن و سنت شکست میخورند. هیچ حجتی از قرآن و سنت ندارند، شکست میخورند. اما میخواهند که به واسطه مسخره کردن، به واسطه تحقیر کردن غلبه کنند. برای همین امروز هم خوارج جدید رو ببینید، می آید به بحث و مناظره، به آنها دلیل از قرآن، از سنت، از صحابه گفته می شود رضی الله عنه که شما در مسئله تکفیر غلو کردید، گمراه شدید. شما در مسئله عداوت به مسلمین غلو کردید، گمراه شدید و کفر را میکنید. آنها خود را دفاع کردن نمیتوانند، نه قرآن دارند نه سنت دارند، بلکه تحقیر میکنند. تو کی هستی؟ تو این هستی، لباست، شکلت. این صفت همه خوارجین است. هداهم الله. اولین این خوارج هم همچنین بود. حضرت عبدالله ابن عباس را خواستند که یک مسخره آمیز بکنند، اما حضرت عبدالله ابن عباس جواب کوبنده دادند به خوارج. یک بار گفتند که من رسول الله دیدم که بهترین لباس میپوشید. من این آیت قرآن است که الله میگه کیست همون کسی که زینتی که الله، همون زینتایی که الله برای بنده ها خارج کرده، برآورده و از رزق چیزهای طیبات و پاک زیبا رو داده، کی حرام میکند؟ کیست کسی که این چیزا رو؟ هیچ کسی. بعد از اینکه خوارج ها یک ضربه کوبنده خوردند، ناراحتانه به عبدالله ابن عباس گفتند که فما جاء بک، ای عبدالله ابن عباس، پس چی چیز تو را به نزد ما آورد؟ فما، پس، ما آنچی، چی، جاء بک، تو را آورد به اینجا، یعنی به نزد ما. چرا به نزد ما آمدی؟ چی میخواهی؟ قلتو، حضرت عبدالله گفتند که اتیتکم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. سبحان الله. أنا حضرت عبدالله ابن عباس جواب داده گفتند که من به نزد شما از نزد صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، از نزد مهاجرین و انصار آمدم تا که به شما رسانم آن چیزی را که انا همین صحابگان بهترین خیر البشر بعد از انا همون پیامبران هستند، شاگردان پیامبر هستند صلی الله علیه و سلم، که الله از ایشان راضی شده، از اونها سخنهای اونها را در حق شما بگویم و خبر بدهید آنچه که شما میگویید به من. ای مردمی که به حضرت علی خروج کرده، بدانید که قرآن نازل شد به انا همین صحابه. قرآن نازل شد برای انا همین صحابه. انا همین صحابگان اعلم بالوحی منکم، از شما دیده، برای از شما دیده وحی را داناترند، خوبتر و بهتر میفهمند. زیرا که همین قرآن برای صحابگان نازل شده
سخن نقطه عجیبش ببینید ولیس فیکم منهم احد و یگان نفر از این صحابگان در بین شما وجود ندارد. این دلالت میکند که صحابگان رضی الله عنهم بالاتفاق به اجماع همه اشون فهمیدن که این خروج کردگان به حضرت علی گمراه گشتگانند، ضال مضل، غلو کردگانند، در دینشون غلو کردند. الله المستعان. یگان نفر از صحابه همراهی ان همین 6000 نفر نبود. در درون این 6000 یا 8000 یا 12000 یا 4000 خوارج یک نفر از صحابه، خواه صحابه بزرگ یا کوچک یا بگیم صحابه خردسالی که از همه خردسالترین صحابه، یگان نفر از صحابه رضی الله عنهم اجمعین همراه خوارج نبود. همه خوارج ها از غیر صحابه بودند و همه صحابه ها از خوارج بیزار بودند. خوارج گمراه میگفت. اما با وجود همین هم ببینید شیطان وقتی که گمراهی را زینت میدهد انسان چقدر گمراه میشود. همین خوارج ها میدانستند که شنیده بودند البته که بهترین مردم همین صحابگانند، شنیده بودند که حضرت علی رضی الله عنه از اهل بیت و اینچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان شهادتی جنت را دادند و می دانستند که همه صحابگان در پهلوی حضرت علی و یا حضرت معاویه است. می دانستند که از صحابگان الله راضی شده، همه این چیزا می دانستند، لیکن خروج کرد، شیطان زینت داد و در این راهشون ثابت قدم ایستادند، غلو کردند. یعنی در دینداری هم سخت روی درست نیست. انا همین دینداری حدود دارد، نه به بالا، نه غلو، نه سختگیری کرده از حدود گذشتن درست است و نه بی‌پروا شده جفات و تفرید کرده باز یک آدم سست و بیدین شده از دین باز از حدود برآمدن. از دو جانب از حدود برآمدن گمراهیش است، یا غلو کرده سختگیری کردن یا بی‌پروایی کرده جفات شده. سبحان الله. بعض از این خوارج گفتن که لا تخاصموا قریشا، با قریشا مخاصمه نکنید، فان الله یقول بل هم قوم خصمون، بلکه یعنی الله میگه که قریشی ها میگه، یعنی خوارج گفته قریشی ها قومی خصمون هستند. سوره زخرف 58 میگه. ابن عباس گفتن که و اتیت قوما لم ارى قوما قط اشد اجتهادا منهم مسهمه وجوههم. این صفت های خوارج شد. یعنی من یگان قومی را ندیدم، یعنی گفتن وقتی که من به نزد خوارج ها رفتم به مانند خوارج ها یگان قومی را سختتر در اجتهاد از اونها ندیدم. یعنی خوارج هایی که در زمان حضرت علی برآمده بودند خیلی اجتهاد در عبادت و در انا همون راه خود داشتند. مسحمتون وجوههم، رویهایشان مسحمه ای متغیره، رویهایشان تغییر یافته بود. سبحان الله. به سبب عبادت، به سبب سخت عبادت کردن حتی رویهایشان مثلا به پیشانی هایشان تاثیر کرده بود بعضی میگن، و بعضی از علما میگن چهره هایشان به سبب این بدعت تغییر یافته بود. لیکن همین است که خیلی اجتهاد به عبادت میکردند، اینقدر به عبادت به نماز خواندن اجتهاد کردند که حتی انا همون سجده اثرش به چهرهشان زد. بسیار نماز تهجد میخواندند،
حتی اینکه میگه انا همون دستشون که به سجده میرفتند و انا همون دو زانیشون که به زمین میرفتند، پیشونو، همین جایهایی که در نماز خوندن به زمین میرسد، مثلا کف دست و پیشونو و زانو، از سبب بسیار سجده کردن انا همون جایهایی که به سجده میرسد، اعضای سجده غلیظ شده بود. فهمیدید؟ همین خوارج‌هایی که به حضرت علی خروج کردند، اینقدر سجده زیاد میکردند، اینقدر شب زنده داری میکردند که سبحان الله پیشانی و دستشون اثر سجده، پوستهایش خیلی غلیظ شده بود، سخت شده بود. کم خوب میرفت، به شبش عبادت میکردن خوارج. شیلی که حضرت ابن عباس میگه اجتهاد منه مسهمت وجوههم من السهر، رویهایشان تغییر یافته بود از کم خوابی. كأن ایدیهم و رکبهم ثفن علیهم قمص مرحضة، گویا که همین دستهای و پیشانی و زانوهایشان یک غلیظ و کفیده از سبب عبادت زیاد کردن و لباسهایشان لباسهای یعنی یک زهد و شسته شده و سوده شده. قال بعضهم، بعض از این خوارج ها به حضرت عبدالله ابن عباس گفتن، یعنی ما میخوایم به شما اونجا حضرت عبدالله ابن عباس گفته که صفت های خوارج نمین بود. خوارج هایی که به حضرت علی خروج کردند، کیف کرده، لذت برده، نماز نه، نیاز نه، دم گرفته خوب نمی کردند، شبها را بیدار خوابی می کردند، شب زنده داری می کردند. اینقدر نماز، اینقدر عبادت. اما وقتی که خروج کردند به صحابه، اعتقادن که خروج کردند و اعتقادشون که باطل بود، این نمازشون، این زنده بیدار شبها را گذرانیدنشون به اونها فایده نکرد، بلکه گمراه شدند. این سخن دلالت میکرد که اگرچه نماز بسیار میخوانی، عبادت بسیار میکنی، به سبب نماز خواندن پیشانیت میکفد، از زانیت خون میبرد، زهد میکنی، از دنیا خودت دور میکنی، پرهیزگاری، هیچ دنیا نداری، اما وقتی که اعتقاد باطل است تو گمراه هستی. ما حالا در این بحث و مناظره به شما میگویم که خوارج ها آیا از سبب جهل، جاهلانه بفهمیدن خروج کردن یا که تعویل کردن؟ خوارج ها تعویل باطل کردن، اجتهاد باطل کردن، تعویل باطل کردن و خروج کردن به حضرت علی و صحابه ها را کافر گفتن. آیا همین تعویل برای صحابگان عذر شد؟ معذرت خواهی میکنم، همین تعویل برای کسانی که به صحابه خروج کردن عذر شد؟ همین تعویل برای خوارج ها عذر شد؟ آیا یگان نفر از صحابه گفتند که این خوارج ها را گمراه نگویه؟ بیچاره خوارج ها تعویل کرد، اجتهاد کرد، تعویل عذر است، اجتهاد عذر است، گفتند یگان نفر از صحابه رضی الله عنهم نگفتند که تعویل عذر است، خوارج ها را ما مبتدع و ضال و مضل نمیگیم، اجتهاد عذر است، ما خوارج ها را گمراه نمیگوییم، تعویل و اجتهاد عذر است، کشتن خوارج حرام است، نگفتند، بلکه گفتند تعویل شما فایده ندارد، گمراه است. اگرچه ببینید خوارج ها زاهد بود، عابد بود، عباد و زهاد، سبحان الله. انا کنون
حضرت عبدالله ابن عباس گفتند که بعضی از خوارج ها گفتند که لنکلمنه ولننظرن ما یقول، صحبت میکنیم با عبدالله ابن عباس و نظر میکنیم که چی میگه. عبدالله ابن عباس گفتند که اخبرونی ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهري والمهاجرین والانصار. اولین سؤال عبدالله ابن عباس به خوارج ها این بود، گفتند که ای قوم، یعنی به خوارج ها گفتند برای چی شما دل سرد شدید یا بد میبینید یا مثلا تکفیر کردید، جدا شدید، خروج کردید به پسر عمکی، پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی بن ابی طالب که داماد رسول الله است، و به مهاجرین و به انصار. یعنی خوارج ها به همه صحابگان خروج کرد، به مهاجرین و انصار. برای چی؟ سبب چیست؟ خوارج ها گفتند که قالوا ثلاثا. خوب دقت بدید، خوارج ها گفتند که سبب سه چیز است. حضرت عبدالله ابن عباس گفتند که ما هن، همین سه چیز چی است؟ سه چیزی که به سبب همین سه چیز شما خروج کردید، به من بگویید چی است؟ قالوا اما احداهن فانه حكم الرجال في امر الله، قال الله عز وجل ان الحكم الا لله، سوره انعام 57. وما للرجال وما للحكم. اولینش گفتند از همین سه چیز یکمینش، یکی از اونها حضرت علی حکم ای فعل، حاکم قرار داد مردها را در امر الله. در امر الله قرآن حاکم قرار نداد، بجای قرآن انسان دو مرد را، عمرو بن العاص، عبدالله بن صحابه عمرو بن العاص رضی الله عنه از جانب معاویه، ابو موسی الاشعری از جانب علی رضی الله عنه. خوارج ها برای همین اعتراض کردند که چرا علی قرآن حاکم نکرد و دو انسان حاکم کرد در امر الله. و دلیل آوردن خوارج ها، یک بار به خودشون دلیل آوردن به دوام سخنشون که یعنی ما خروج کردیم به علی به سه چیز. اولین چیزی که ما به همین سبب خروج کردیم به علی این است که علی رضی الله عنه حاکم قرار داد مردها را در امر الله، در حالتی که الله میگوید که این الحکم الا لله، همه حکم نیست مگر این که از آن الله است و همه حکم از آن الله است. یعنی حاکم کی است؟ الله است. اما حضرت علی حاکمه که قرار دادن، دو تا انسان رفتند و صلح کردند. مقصد خوارج چی است؟ وقتی که حضرت علی به حضرت معاویه جنگ کردند، بله، رضی الله عنهما، از جانب حضرت معاویه قرآن را برداشتند و گفتند که صلح میکنیم در اساس قرآن. حضرت علی راضی شدن بالاخره. یک نماینده از جانب حضرت معاویه عمرو بن العاص و یک نماینده از جانب حضرت علی ابو موسی الاشعری رفتند در یک جا نشستند، در اساس قرآن، در اساس حکم قرآن صلح کردند که تمام جنگ از همین روز عبارت بس است. انا همین خوارج ها وقتی که همین صلح شد خروج کردند، گفتند که ما راضی نیستیم به این خروج، ما راضی نیستیم به این صلح و خروج کردند و حضرت علی را یک بار کافر گفتند. انا همین است ناراضیشان که گفتند علی تو باید صلح میکردی و قرآن را حاکم قرار میدادی، اما تو صلح کردی و قرآن را حاکم نکردی. کی را حاکم کردی؟ انسان را حاکم کردی، در حالتی که الله میگه که این الحکم، همانا که حکم الا لله نیست مگرم از آن الله، یعنی همه حکم از آن الله است. باید قرآن، باید الله حاکم میشد، اما شما انسان
انسان را حاکم قرار داده. پس گفتن که و مال الرجال و مال الحکم، چی انسان ها به حکم و مال الحکم. حکم قرآن دیگر است، گفتن این انسان ها دیگر است. پس گویا که حضرت علی را حکم کننده به حکم غیر الله یا که یک قانون برار مشرع تکفیر کرد. انا مناطی که همون مناط کفری که خوارج ها حضرت علی را تکفیر کردن همین بود. امروز خیلی که در بسیار مسائل خوارج های چوجه گمراه، این خوارج های جدود، انا همچنین آیت های قرآن می آرد، از فهم کوتاه خود حجت می گیرد و مخالف مسلمان ها می جنگد، به ضد مسلمان ها می جنگد. انا همچنین خوارج قدیم هم آیت قرآن میگد، لیکن آیت قرآن نمیفهم. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفتند فقلت هذه واحده، این یک است. دومش بگوید، یعنی یکم پریتنزی خوارج ها، یکم ناراضگی خوارج ها و یکم سببی که یا اولین سببی که به همون سبب حضرت علی را تکفیر کردن و مناط تکفیرشون هستن همین است. حضرت علی حکم الله به انسان ها ایواز کرد، یعنی انسان به حکم الله حکم نکرد، به حکم انسان حکم. حضرت عبدالله بن عباس گفتن دومیش بگید. دومیش خوارج ها گفتن و اما الاخرى فانه قاتل ولم يسب ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. دومین اعتراض ما به حضرت علی همین است که گفتن حضرت علی جنگ کرد، جنگید، ولی بعد از این که در جنگ غلبه کرد ولم یسبی، یعنی کنیز نگرفت، ولم یغنم، غنیمه نگرفت. این کدام جنگ رو خوارج ها کدام جنگ رو در نظر دارند؟ پیش از جنگ صفین جنگی جمل شده بود، یعنی پیش از این که جنگی که با حضرت علی و معاویه شود، پیش از این یک جنگ نامش جنگی جمل است، حضرت علی و حضرت عایشه رضی الله عنها شده بود به خاطر نمون طلبی خونی عثمان رضی الله عنه. پس خوارج ها میگد که حضرت علی جنگیدند، در جنگ غلبه کردند به حضرت عایشه، چرا کنیز نگرفتند حضرت عایشه را، یا چرا غنیمه نگرفتند؟ اگر جنگ کرده باشد، یعنی خوارج ها گفته شدند به حضرت علی، اگر حضرت علی جنگ کرده باشد و آنها را کافر گفته باشد، باید از اونها را سبی کنیز میگرفت و غنیمه میگرفت از اونها. و اگر آنها مؤمنین باشند و به مؤمنین جنگ کرده باشد، جنگ کردن با آنها حلال نبود. یعنی خوارج ها از همه جانب حضرت علی را نمیخواد قیسته کرده است. اگر حضرت علی به حضرت عایشه جنگ کردن و همدیگری را مؤمن و مسلمان میگفتند، جنگ حرام بود میگفت. اگر کافر گفتن غنیمه باید میگرفت. یعنی خیلی ضدیت های جاهلانه. و این كانوا مؤمنین ما حل قتالهم قلت هذه اثنتان فما الثالثه. سومین ضدیتتون را بگویید، سومین ضدیت شما خوارج ها به حضرت علی چی است؟ قالوا انه محى اسمه من امیر المؤمنین فهو امیر الكافرین. یعنی در وقت نوشتن داگوار، در وقت نوشتن عقد صلح، یعنی وقتی که همون دو لشکری مسلمان ها به همدیگر عقد صلح کردند، حضرت علی وقتی که نام خودشان را در همون ورقه صلح، در همون ورقه که عقد است و داگوار است، وقتی که خودشان را امیر المؤمنین نوشتنی شدند، جانب دیگر لشکری دیگر گفتند که ما تو را امیر المؤمنین بودن را قبول نکردیم، تو به حال جنگیده ایستادی، ما نمیخوایم که نام تو امیر المؤمنین نوشته شد. حضرت علی هم راضی شدند و خودشان را علی امیر المؤمنین ننوشتند. اکنون خوارج ها گفتند که وقتی که حضرت علی همون امیر المؤمنین را، انا همین لقب را ننوشت، انا همین ننوشتنش بر راضی شد،
انا همون به کافر شد میگن. پس گفتن وقتی که امیرالمؤمنین نوشته شدنش به راضی نشد در همون عقد و دوگوار، پس گفتند علی کیست؟ فهو امیر الکافرین. پس علی امیر کفر است. والعیاذ بالله. حضرت عبدالله بن عباس گفتند که عندكم سوى هذا، آیا در نزد شما غیر از انا همین سه شبهه، سه اعتراض، یگان اعتراض دیگری هست؟ قالوا حسبنا هذا. خوارج گفتند که برای ما همین کافی است، همین سه نقطه، به همین سه نقطه ما هم حضرت علی و همراهانش صحابگان را و هم حضرت معاویه و همراهانش را، هم انصار و هم مهاجرین را کافر میگیم. یعنی ببینید شیطان چقدر اینها را زینت داد، گمراهی را بر این خوارج ها که سه شبهه جاهلانه را گرفتن، صحابگان مهاجرین و انصار را تکفیر کردند و باز خودشان را هدایت یافته میگویند. والعیاذ بالله. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه به جواب گفتن شروع کرد. گفتند لهم ارائیتم، فقلت لهم، با آنها گفتم ارائیتم این قرأت علیکم من کتاب الله و من سنت نبیه صلی الله علیه و سلم ما یرد به قولکم اترضون. ببینید ای جماعتی که جدا شدید و خوارج شدید، اگر من به شما قرائت کنم از کتاب الله، آیت ها را از کتاب الله بگویم و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبی صلی الله علیه و سلم بگویم که مخالفی انا همین اعتقاد شما هست و همین قولهای شما را رد میکند، قرآن و سنت قول شما را رد میکند، آیا راضی میشوید که من بگویم؟ خوارج گفتند که قالوا نعم، بله بگو. حضرت عبدالله بن عباس گفتند قلت لهم اما قولکم، من با خوارج گفتم که گفتند اما قول شما، یکم اعتراضی که به حضرت علی کردید، یکم سببی که به همین سبب و به همین مناط حضرت علی به خروج کردید و تکفیر کردید حضرت علی را، حکم الرجال فی امر الله گفتید. اما سخن شما که خوارج گفتید که حضرت علی مردها را حاکم قرار داد در امر الله، در حکم الله، در دین الله، حضرت علی انسانها را حاکم قرار داد گفتید. فانا اقرأ عليكم ما قد رد حكمه الى الرجال في ثمن ربع درهم في ارنب و نحوه من الصید. من الان به شما از قرآن قرائت میکنم که الله حکم را به مردها داده است در مسئله صید، قیمت ربع درهم در مسئله ارنب و به مانند این در صید. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده 95 میگه، حضرت ابن عباس قرائت کردن این آیه: یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. الله میگه که ای آنهایی که ایمان آوردید، در حالتی که شما احرام پوشیدگی هستید، یعنی نیتی حج و عمره کرده احرام پوشیدگی هستید، شما شکار نکنید، صید نکنید، شکار نکنید. در دوام آیات الی قوله یحکم به ذو عدل منکم. اگر شکار کردید بعض از مشکلی ها شد، کی حکم میکنه در اینجا برای معین کردن یک انمون شکار شده و قیمتش؟ یحکم به، حکم میکنه در بالای او، ذو عدل منکم، صاحب عدل در شما، دو نفر از صاحب عدل از شما حکم میکنه. الله در قرآن حکم را به کی میگرداند در این مسئله؟ به دو مسلمان عادل. الله اکبر. انکو در دوامش حضرت عبدالله بن عباس گفتند که فنشدتكم بالله احكم الرجال في ارنب ونحوها من الصيد افضل ام حكمهم في دمائهم واصلاح ذات بينهم. من شما را به الله قسم میتیم ای خوارج‌ها، آیا حکم انسان مردها در بالای یک خرگوش قوین بهتر است در وقت شکار کردن، یا حکم رجال در مسئله صلح در بین خودشان و
خونریزانی را بس کردن و صلح کردن بهتر است؟ کدامش بهتر است؟ و ان تعلموا ان الله لو شاء لحكم ولم يسير ذلك الى الرجال. ای خوارج‌ها بدانید که در همین آیت سوره مائده 95 هم گفتند اگر الله میخواست حکم به دست انسان ها نمیداد خودش حکم میکرد. و این چنین بدانید که الله در سوره نساء آیت 35 هم وقتی که یک زن و شوهرش بینشان اختلاف می شود و زندگی یک زن و یک شوهر ویران شدنی هست، الله چی میگه؟ و این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلیه ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. الله میگوید که وقتی که ترسیدید که در بین زن و شوهر شقاق جداگی می شود، یعنی زندگی زن و شوهر اختلاف به ویرانی و به طلاق یا جدا شدن آمده رسیده است. زندگی به خیلی هم حالتی وزنین رسیده است. زن و شوهر به هم اختلاف کردن. الله چی میگه؟ فبعثوا حکما من اهلی. یک حکمی را از خانواده مرد و حکما من اهلیه و یک حاکمی را از خانواده زن بفرستید. اگر این حاکم ها خیر اصلاح شدن این خانواده رو خواهند، الله موفقشون میده. یعنی وقتی که زن و شوهر در بینشون مشکلی زیاد است، خیلی زندگی وزین است، یک مرد عادل از جانب زن و یک از جانب مرد بیایند در این خانواده قطعی این زن و شوهر صحبت کنند و بین اینها صلح و حکم کنند. و اگر اینها خیر اصلاح را خواهند، الله موفقشون میده. حضرت عبدالله بن عباس این دلیل را هم آوردند و به خوارج‌ها گفتند که فجعل الله حکم الرجال سنتا ماضیه. الله حکم رجال را سنت ماضیه قرار داده است. یعنی این حکم کردنی که یک مرد مسلمان در بعضی از مسئله های اصلاح کردن، در مسئله صلح، در مسئله توقف کردن فتنه و خونریزی وقتی که حکم میکنند، این چیز در قرآن است. الله خودش اجازه داده است. اخرجت من هذه، بعد از اینکه این دو آیت آوردند و اثبات کردند که خودی الله حکم کردن را برای مردهای مسلمان در بعض حالتها اجازه داده است، گفتند که آیا به سؤال اول شما جواب گفتم؟ خوارج‌ها گفتند که بله. انکون گفتند ما به قول دومتون میره. شما گفتید که خوارج‌ها قاتل فلم یسبی ولم یغنم، گفتید که جنگ کرد، حضرت علی کنیز نگرفت، غنیمت نگرفت. اتسبون امکم عایشه، آیا شما میخواهید خوارج‌ها که کنیز گیرید مادرتون عایشه را و شما بعد از این میخواهید حلال بکنید مادر من عایشه را رضی الله عنها، چگونه که دیگر کنیزها را حلال میکنید؟ اگر شما در حقیقت این کار کنید، یعنی در حقیقت حضرت عایشه رضی الله عنها را کنیز گرفتنی باشد و حلال گفتنی باشد همچون کنیز، به تحقیق کافر شدید. حضرت عباس، عبدالله بن عباس خوارج‌ها را گفتند که اگر شما راضی باشید که حضرت علی مادر من عایشه رضی الله عنها را کنیز بگیرد مادرتون را، پس شما به همین اعتقادتون کافر شدید، زیرا که عایشه مادرتون است، مادر شماست، مادر مسلمان است. ولی این قلتم لیست بأمنا، اگر شما بگویید که نه عایشه مادر ما نیست، با یک زنی عادی است بگوید، با کافر شدید. لقد کفرتم، با کافر شدید. زیرا که الله سبحانه و تعالی میگه در سوره احزاب 6 که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهات، پیامبر بهتر و افضلتر و دوست داشته تر شده است، دوست داشته تر است برای مؤمنین از نفسهایشان، و زنهای رسول الله مادران مؤمنان است. فانتم تدرون بین ضلالتین تدورون بین ضلالتین ایهما سرتم الیها سرتم الی ضلالت. حضرت عبدالله بن عباس گفتند که شما گفتن در این اعتراض دومی کرده خود که کنیز نگرفت، غنیمه نگرفت، میگوید در بین دو گمراهی دور میزنید، کدام طرفش بنروید شما گمراهید. اگر شما بگویید که
کنیز بگیر کافرید، بگوید که مادر ما نیست کافرید. به کدام راه نروید شما گمراهید. خوارج. وقتی که حضرت عبدالله ابن عباس به خوارج ها این سخن گفتند، خوارج ها به همدیگریشون نگشتن، یعنی شبهه در دل اینها جوشت، شک شبهه در دل اینها جوشت. این دلالت میکرد که وقتی که شما بحث مناظره میکنید، آدم مناظره کننده باید شبهه را به دل همون آدم گمراه شده جا کند. یقینه که گمراه شده در همون اعتقاد گمراهیش دارد، همونه به شبهه تبدیل بده. خوارج ها به همدیگری نگشتن. حضرت عبدالله ابن عباس گفتند که اخرجت من هذه، آیا از این مسئله هم بیرون شدیم؟ گفتند که بله. قالوا نعم واما قولكم محى نفسه من امیر المؤمنین فانا اتيكم بمن ترضونه. اما شما گفتید که حضرت علی امیر المؤمنین را در همون وقت نامه نوشتن عقد دی صلح از نامش کوه کرد، پاک کرد. برای همین کافرش گفتید من به شما آیا راضی میشوید که من به شما یک مثالی بهترین رو بیارم که آیا شما میدانید که شنیدید که ان النبی صلی الله علیه و سلم یوم الحدیبیه كاتب المشركين سهیل بن عمرو و ابا سفیان بن حرب. آیا شما میدانید که در وقت صلح حدیبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صلح می نوشتند، همون عهد می نوشتند، شرط های صلح، نویسنده ها کی بود؟ از مشرکین سهیل ابن عمرو بود و ابو سفیان ابن حرب بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین علی رضی الله عنه گفتند که اکتب یا علی هذا ما اصطلح علیه محمد رسول الله. انا همین آنچه که محمد رسول الله گفته است و به همین شرط راضی است. مشرکا گفتند که لا والله ما نعلم انك رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك. مشرکا از نوشته شدن رسول الله در دوام نام محمد راضی نشدند. یعنی در همون صلح حدیبیه راضی نشدند که پیامبرمان رو رسول الله نوشته شد. گفتند که نه، ما راضی نیستیم که تو رسول الله نامت رو نویسی. اگر ما میدانستیم که تو رسول اللهی، ما با تو جنگ نمیکردیم. تو در اینجا نامت رسول الله ننوشت، تو فقط محمد ابن عبدالله نوشت. نویسنده کی بود؟ حضرت علی بود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اللهم انک تعلم انی رسول. ای الله تو میدانی که من رسول تو هستم. و به علی گفتند که اکتب یا علی، ای علی بنویس که هذا ما اصطلح علیه محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله. اكو بنویس که انا همون چیزی که گفته شد و راضی شد و اتفاق بین همه شد محمد ابن عبدالله. یعنی پیامبر راضی شدن که در همون وقتی نوشتن عقد با مشرکین، وقتی که مشرکین راضی نشد به رسول الله نوشتن به دوام نام رسول الله، محمد رسول الله نوشتن راضی نشد، خود رسول الله راضی شدن که محمد ابن عبدالله نویسند و رسول الله را ننویسند. برای همین خوارج هایی که خروج کردید به حضرت علی، حضرت علی را شما تکفیر کردید به خاطر اینکه امیرالمؤمنین نوشتن را به خاطر صلح هیچ باکی ندارد گفت پاک کرد. علی ابن ابی طالب پیامبر رسول الله رو پاک کردن. به این چی میگید؟ فوالله لرسول الله صلی الله علیه و سلم خیر من علی. قسم به الله که حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم از علی بهتر هستند. گفتند و ما اخرجه من النبوة حين محى نفسه. زمانی که حضرت رسول الله در همون صلح حدیبیه به علی گفتند که رسول الله را از نام من پاک کن، در همونجا رسول الله از رسول بودن نبرآمدند. چرا حضرت علی وقتی که در وقت نوشتن عقد امیرالمؤمنین را پاک کردند از امیرالمؤمنین برآیند؟ شما یعنی حضرت عبدالله بن عباس به خوارج گفتند که اگر شما حضرت علی را به خاطر امیرالمؤمنین ننوشتنشون تکفیر کنید، پس شما مجبورید رسول الله را هم تکفیر کنید. قال عبدالله بن عباس فرجع من القوم الفان وقتل سائرهم على ضلالته. از انا همین خوارجان نصفش توبه کرده گشت. بعد از این بحث و مناظره که حضرت عبدالله ابن عباس
رضی الله عنه با خواریچ ها کردند، نصف خواریچ ها اگر 12,000 باشه 6,000ش، 8,000 باشد 4,000ش، 6,000 باشد 3,000ش توبه کردند و به حق بازگشتند، اما نصف دیگرش باز در همین ضلالت و گمراهی باقی ماندند و کشته شدند به همین گمراهی. این روایتی که قصه مناظره حضرت عبدالله ابن عباس را روایت کرده است می توانید ببینید به سنن ابو داود. ابو داود رحمه الله در سننشون با رقم 4037 مختصرا روایت کردند و این چنین در مسند احمد ابن حنبل با رقم 3187 و این چنین بارک الله فیکم در سنن بیهقی با رقم 17186. این لفظی که ما حالا خوندیم از سنن بیهقی بود. حاکم صحیحش میگه در مستدرک به شرط مسلم. بالاخره انا همین اسناد را شیخ الاسلام ابن تیمیه هم در منهاج السنه مجله 8 صفحه 530 و ابن حجر اسقلانی در الدرايه مجله 2 صفحه 138 صحیح گفته. پس بارک الله فیکم این قصه انا همین بود. و از این قصه که مناظره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه با خوارج است بسیار فایده ها گرفته می شود. بسیار نقطه های هست که ما باید صحبت بکنیم، اما این حلقه من خیلی طولانی شد، دراز شد، مجال دیگر نیست. در حلقه آینده، روز آینده باذن الله، از این بحث و مناظره حضرت عبدالله ابن عباس به خوارج ها کرده چند فایده ها گرفته می شود به شما ذکر میدیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.